خیلی عالیه. شماها دعوا نکنیم، شماها رو بغل میکنم براشون هم میذارم، اما از نظر حس عاطفی باید بدونن که من پشتشون وایسادم و میتونن با من در میون بذارن، هرچی به من تکیه بدن، اما در این حال من دارم میفرستمشون رو صحنه. So tough love خیلی عالی. اما خب باید اینجوری باشه که بدونن هم ساپورت دارن، اما هم وقتی هم وقتش هست باید خود جسارت برن و خودشونو بندازن تو اون گود ماجرا. آره، وضعیت اصل ماجرا. من فکر میکنم برعکسه. ما چقدر خوششانسیم که یه فضای زیبایی مثل باربد داریم که اجازه میده که کنسرت های خیلی نزدیک، حالا بخوایم بگیم سولو یا موسیقی مجلسی رو ما میتونیم اینجا در میون بذاریم با دوستان عزیز و حامیان موسیقی کلاسیک. فضا گرمه، فضا محیطش حرفه‌ای، پیانوها که absolutely beautiful، خیلی خوشگل و ما از شما ممنونیم چون که فضاهای این شکلی کمن در شهر تهران و مرسی که من حس میکنم که وقتی یک دانشجوی عزیز به طرف موسیقی میره باید بدونه که واقعیتش اینه که قراره اجرا کنه و این نباشه که تو چهار دیواری اتاق خودش حبس کنه خودش رو و فقط سر و صدا کنه. بنابراین یه مقدار سختشونه میدونم، اما بعدش متوجه میشن که چقدر میتونه لذت بخش باشه، تمریناشون هدفمند میشه، انگیزه پیدا میکنن، تمام نکات مثبت و نکاتی که شاید خودشون دلشون خواست که دفعه اول به. خب من میتونم از حوزه موسیقی بگم چرا که وارد حریم دیگران نمیخوام بشم، اما کلا تدریس وقتی به خصوص تک به تک آدم در هر صورتی رابطه نزدیکی با هنرجو پیدا میکنه، چون که دلسوزانه میخواد که تلاششو کنه، شکستاشو بخوره، در عین حالی که بهش بگی که من پشتت وایسادم، هواتو دارم، اما باید سختی‌ها رو بکشی که به اون شیرینی موفقیت برسی. بنابراین حالا این شاید مختص به موسیقی باشه یا دیگر رشته ها، اما من حس میکنم که خود تدریس به خصوص تک به تک اینو به وجود میاره. حالا از جنبه موسیقی کلا دنیای زیباییه و پر از احساسات، تلاش، شکست، موفقیت، همه بردهای احساس یک انسان رو توش غالب داره. بنابراین این هم دیگه چند برابر میکنه ماجرا رو. خیلی عالی. نظرتون کلا راجع به بچه‌ها چی بود؟ چجور بود اجرا؟ خوشحالم که این اجرای فصلی رو من میذارم. خیلی خوشحالم که این دفعه در این فضای زیبا و حرفه‌ای باربد بود که بچه‌ها بدونن یه جدیتی تو کارشون هست و میدونم هفته دیگه خیلی بهتر حرف منو گوش میدن.